هم خطاب هم تشناب ادامه دارد. با سپارش شما به ما سپارش داد که مبلغات دیگر پیدا کرده و امروز به شما اثبات میدم که ساختمان 3 چای عمودی ادامه بدخشانی افغانستان سرحد با ما 4 کیلومتر 3 کیلومتر بعضا جاش پرچمشون ایستاده سرحد اونا قرار نمیستن اونا خواجه دارن خواجه با قشونهای سرحدی با ساختارهای نظامی و دیگر ساختار و مقامات حفظ حقوق امنیتی کشور همکاری کنید همین بر یگان هدف دیگر نداریم ما یگان مقصد ما تامین امنیتی شما است تامین امنیتی دولت است سرحدی دولتی است همکاری داشته باشید همون هم فرزندان ما شما در خدمت وطن مادر است فهمو کار کنید آن چیزی که من اشاره کردم کار کنید در یک جایی و آهسته برطرف یگان چیزی دیگر مشکلی سخت نموده است کار کنید همه شرایط و امکانات هست برطرف کنید اول تشکر به شما میگم برای دستگیری سر وقتی در هنگام پیدا شدن این کسلی او 45 ماشین بارکشی که وارد ولایت مختار کوهستان بدخشان گردیدند هم از نقطه نظر مادی و از نقطه نظر معنوی به مردم یک روبلندی خیلی بزرگ بخشیدند و این سیاست خیلی دوراندیشانه شما بود که توانستید چخیل رفتار کردن کار کردن در همین شرایط و تجربه نشان داد که او پیشگویی شما نسبت به دیگر مملکت‌ها همسایه‌ها و مملکت‌های غرب درست برآمد. تشکر به شما که از نام کل طبیبان از نام کل مریضان و با افتخار میگم که یگان طبیب در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترک وظیفه نکرد و خوشبختانه یگان طبیبم نفهمید و با صحبت‌های تلفنی عروضه شما دستگیرهای شما ما توانستیم که این شدت را پس کنیم و حاضر با دستگیری بی‌غصه شما 1 میلیون سومانی جمع شده است و ما کوشش میکنیم بعض قسمت‌های این بیمارخانه را به ترتیب درآوریم با دستور شما کسلخانه روی نوای روشخلا و تولدخانه ولایت بدن که از این میبرایم داشتگیریتون من روان میکنم آموخته میبرایم نوبت به نوبت نه یک بار نمیشه یکی نوبت به نوبت دیدم میبرایم پرابلم نیست میکنیم حاضر جناب عالی با دستگیری بی‌واسطه شما 85% قشلاق‌های ما از بنگاه‌های زمانوی با کل تجهیزات تامین هستند 85% قشلاق‌های ما از آب نوشاکی تامین هستند در ما آب نوشاکی پرابلم ما در خورو من به شما تشکر میگم که 8 میلیون دلار مبلغ بانک تجدید به سرباره بودجه نگاه نکرده شما دستور دادید امضا کردید و امروز تجدید هم خطاب هم تشناب ادامه دارد با سپارش شما به ما سپارش داد که مبلغات دیگر پیدا کرده و امروز به شما اثبات میدم که ساختمان 3 چای عمودی ادامه دارد این ما میدانیم این ما اسم میکنیم این ما قدرگذاری و شکرگذاری میکنیم من در چندین کنفرانس ها در چندین مجلس های سطح بین المللی شرکت ورزیدم و درباره دولتداری شما و کلید موفقیت شما در تاجیکستان حرف زدند و در قطار صدها دیگر جنفدار شما کردید مسئله رعایت پروری مسئله غمخواری نمودن به هر یک شهروند به حیث پدر این یکی از خصلت‌های نیک انسانی شما و کفیل صلح و ثبات تاجیکستان است من شما را مطمئن میکنم که اون نفری که عقل و ذکاوت میداد این میفهمد این به یگان لگنبرداری به یگان تعریف امین تحمل گرایی شما امین صبر و طاقت شما نمیشد امروز این بدخشان کیئوس سوخته از بین میرفت بنابراین از نام کل مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان به شما پیشوای ملت برای تحکیم صلح و ثبات برای چندین گذشته برای چندین عفو منتداری صمیمی خویش را بیان میکنم شما را مطمئن میسازم که مردم بدخشان
سیاست شما را دستگیری میکنند. سلامت باشید. ساعت ها گپ زنیم کم میشود. یک جان تشکر بر شما برای پیش‌آزگیری صمیمیتان با کلی مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان. من از روز چهارم است سفر من ادامه دارد. هر یک قدمی که جایی که بود یا خواجگی یا حولی مردم یا یکی در کوچه یا یکی در شهر و در مؤسسات کارخانه ها، من محبوبیت صمیمیت این غایبانه هم بها دادم. من دائما با ساختار با بعضا تحلیل ها از زمانی این قدر کاری چی اخبارات چی معلومات اگر همه اون را من همه اون معلومات را وای کردم اگر وای کردم حاضر نمیدونم نه که بدخشان تاجیکستان میسود از بین میرفت. وحدت همون روزی که این روزی که با ما شما رسیدیم این با دستگیری کلی مردم تاجیکستان از آن جمله مردم خود ولایت مختار کوهستان بدخشان با میگن کدام روزام اگر من آمدم در اینجا آمدم روزا و سالا یگام حاکمیت هم نبود نامش سلاح به دستای غیر قانونی و میگن دیگه من میگفتم که همه مردم ضد سیاست نیست سلاح هست حال ترس وای دارن. من نزد مردم اکثریت مردم از روز اول من هیچ گاه فراموش نمیکنم سیاستی رهبریت دولت حکومت دستگیری کردن و خدمتی قهرمانانه خلق تاجیک خرد و بزرگ خلق تاجیک از آن جمله مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان نتیجهش همین بود که با امروز رسیدیم شوخ و ثبات کامل تنجی و آرامی آزادی سرجامی ملت تاجیک در سر یک دسترخوان. احسان به شما سلامت باشید موفقیت برای کار. امروز پس از انجام سفر کاری در شهر نوحیوی ولایت